سلام، اینجا فرهنگانه. اینم قسمت اولشه و منم فرهنگم. خب قسمت اول شروع میکنیم با مهمون عزیزمون همستر کمبت. آره تو که بدن سالمه، چرا رو ویلچر نشستی؟ عرضم به طرزت که تو هم 200 میلیون نفر انگشتت کنن به همین روز میافتی. البته افتادی. انگشت شدن چه حسی داره؟ یکم درد داره ولی سودش خوبه، خدا رو شکر. آره سودش خوبه. پس سودش خوب. خب صدا چرا به قیافت نمیخوره؟ اینم تاثیرات طلسمه یا طلسم برای چی؟ دیگه ببین سر 200 میلیون وقتی کلا بذاری دیگه این وسط یکم طلسمت هم میکنه دیگه ما دخیل نیستیم. ولی نه ببین من اصلا متوجه حرفت نمیشم. ما کلا برداری نکردیم به زودی لیس میشه، فهمیدی؟ آها پینوکیو دماغش درست میشد تو لکنت میگیری. کی لیس میشی حالا؟ اگه خدا بخواد 5 مهر. بله. بیماری چی اومدی اینجا؟ من بیماری من هر وقت بخوام کافیه بس کمتر دروغ بگو. بس دوست داشتی چی کاره بشی اگه کلاهبرداری وجود نداشت؟ گفتم که ما کلاهبرداری انجام نمیدیم ولی خیلی دوست داشتم برم تو کار فروش آدم. آره بکه اینطور. اینجا رو کات کن. آخه خاک. کدوم یک از حیوانات زیر از تهمانده غذای دیگر حیوانات استفاده میکنن؟ مورچه، کرکس، شیر، شتر. فکر کنم شتر. کرکس. غلطه. پس چیه؟ تو کدوم کشور غذای مورد علاقهشون همستر کبابیه؟ هند، کره، چین، ایران. یا چینه یا کره است. نه دیگه یکیش. خب چین. اشتباه. ایران وقتی همستر کمبت لیست نشه. من میخوام از این برنامه برم. نمیشه دیگه تازه اومدی. قطعش کنم سریعتر ترتیب اینو بدم بیام.